فروش و بیشرف نیستیم. برو. بیشرف خودتی. دیگه تلفن هم بهتون نمیدم. الان این یعنی چی؟ کنار اسکله از دستم افتاده بود. وای، پس حتما یه نفر اونجا بوده و همین چیو دیده. یعنی کی بوده؟ ببین توش چیزی نوشته. دلت برای عمو کمال تنگ شده؟ عمو کمال زنده است. بیا تو. دیگه چی شده؟ همه چی بهتون میگم. ولی اول باید اون پاکت رو بهم بدین. کمال نمرده؟ بی خودی مزخرف نگو. یعنی چی که نمرده؟ ایلول، ایلول، دلت برای عمو کمال تنگ شده؟ عوضی روانی. چطور ممکنه؟ ما اونو بردیم انداختیم تو رودخونه. اینو گم کرده بودم. یادم نمیومد که گمش کردم، مثل اینکه اون شب افتاده. ایلول، ببین این چیز خوبیه. یعنی تو قاتل نیستی. ما هم بی خودی عذاب وجدان داشتیم، مگه نه جمره؟ در واقع الان بیچاره شدیم. برای چی؟ چرا؟ سوگل، ما سعی کردیم بکشیمش ولی اون زنده مونده و برگشته. الانم انتقام هر کاری که کردیم و میگیره. منو میکشه. یعنی چی که میکشه؟ ببین تو تنها نیستی. پس ما اینجا چی کاره ایم؟ شریک جرمشیم. هممون شریک جرمشیم. اگه بخواد هممونو بکشه چی؟ این پاکت رو میخوای؟ بگی ببینم. صبر کن، اول به هم بگو موضوع چیه. گفتم اول پاکت. دخترم پاکت اینجاست، فرارم نمی کنم. خب بگو ببینم. شورش برای غذا همینطوری به وجود نیامد نریمان خانم. سوگل یه هدفی داشت. چه هدفی داشت؟ سوگل میخواست دختر الحق که خیلی ترسویی
مگه به همین راحتی میشه کسی رو کشت؟ اون فقط میخواد تو رو بترسونه. اون دنبال منه جمره. خب مطمئنی که این یادداشت رو کمال نوشته؟ دست خط خودشه؟ من از کجا بدونم؟ پس ممکنه کار یکی دیگه باشه. شاید یکی دیگه ما رو دیده. این یادداشت هم اون نوشته. داره ما رو بازی میده. ممکن نیست. بچه ها یک کم عاقل باشین. چند نفر این موضوع میدونن؟ تو هستی، من هستم، سرکان است و ساغر. ساغر کو؟ نامه رو دید فرار کرد؟ بچه ها، نریمان خانوم با شما کار داره. با ما؟ چرا؟ اونو دیگه خودتون میدونی. شما چیکار کردین که انقدر عصبانی شده؟ خیلی عصبانیه، یه جا بند نمیشه. بیاین دیگه. برای چی ما رو صدا کرد؟ ممکنه ساغر لومون داده باشه. کاری که با کمال کردیم و چرا داری فرار میکنی؟ ها؟ منو نگاه کن ببینم. ما رو فروختی؟ حرف بزن دیگه. به نریمان گفتی؟ این کارو نکردی مگه نه؟ تو این پاکت چیه؟ تو ما رو فروختی؟ بده ببینم حداقل بدونم ارزشمون چقدر. پول نیست. جدی؟ نکنه آدرس خانواده‌ت توش نوشته؟ حرف بزن ببینم. ولم کن سوگل. تو ما رو فروختی بی شرف. زنده نمیذارمت، بیچارت میکنم. سوگل نکن. سوگل نمیفهمی. هیچ وقتم نمیفهمی. هیچ وقت. این تویی که نمیفهمی. از اون چاهی که کندی هیچ وقت بیرون نمیای. هیچ کس هم دستتو نمیگیره. تا آخر عمر نه پدر پیدا میکنی نه مادر، ولی اینو درک نمیکنی. سوگل چه خبره؟ چه خبره ساعت صبحی؟ توپراک. توپراک میشه در باز کنی؟ چه خبر شده؟